یکی از روش‌های نوین جوانسازی صورت که خیلی دردسر زیادی برای بیماران نداره و زود دوره نقاهتش طی میشه و بی دردسر تاثیرات خوبی داره، مزوژل ها و ژل های مثل ژل های بوستر مثل پروفایلو و پرلوکس هستن. اینا تفاوتشون در این هستش که در مزوژل ها در نقاط مختلف تمام سطح صورت یا گردن یا پشت دست تزریق میشن، ولی پروفایلو و پرلوکس در چند نقطه در عمق تزریق میشن در بافت زیر جلدی و خودشون پخش میشن و همه اینها باعث آبرسانی به صورت یا ناحیه مورد درمان، تحریک کلاژن سازی و بهتر شدن چین و چروک ها و با تحریک کلاژن سازی چین و چروک ها بهتر میشن، پوست سفت‌تر میشه و وضعیت جنرال و کلی پوست بهتر میشه بدون اینکه بیمار پوستش زخم بشه، بدون اینکه بیمار مجبور باشه تو خونه استراحت بکنه و از کارش بیفته.